شب گذشته باز یک آزمایش دیگر در مناسبت‌های دشمنانه بین اسرائیل و حماس گردید که پیش از آن مذاکرات مشکل در پس پرده و عیب‌دارکنی‌های عمومی طرف‌های درگیر صورت گرفته بودند نظارت می‌کردند. خاطر رسان می‌کنیم که رژیم صهیونیستی می‌بایست بیش از 600 زندانی را آزاد می‌کرد تا در عوض 6 گروگان را بازپس گیرد. هنوز روز شنبه این روند باید اجرا می‌شد، اما ناگهان اسرائیل تصمیم گرفت که آن را به تأخیر اندازد تا زمانی که حماس از برگزاری این مراسم‌ها هنگام سپاریدن گروگانان خودداری کند. بار آخر صهیونیست‌ها را نوارهای مربوط به مراسم خیر و خوش با دو شخصیت هنوز بر روی خط رسمی گروگانان وارد نشده به غضب آوردند. این سبب شد که اسرائیل دوباره زندانیان را که الکی برای آزادی آماده بودند به محبس برگرداند. اسرائیل طلب کرد که حماس از هر گونه مراسم تنتنوی هنگام مبادله دست کشد. در نتیجه این مذاکرات شدید با اشتراک میان روان سازش به دست آمد و قرار شد که مبادله همزمان انجام داده شود، زیرا سطح اعتماد بین جانب‌های مقابل خیلی پست شده است. ساعت 1:29 شبکه الجزیره خبر داد که جسد 4 گروگان فوتیده اسرائیل بدون مراسم در خان یونس به صلیب سرخ بین المللی سپاریده شدند. بعد از 9 دقیقه با استناد به تلکانال الاقصی خبر رسید که نیروهای اسرائیل در همان منطقه آتش گشودند. ساعت 1:48 الجزیره گزارش داد که اتوبوس صلیب سرخ بین المللی با گروه محبوسان فلسطینی که آزاد شده بودند در همراهی نیروهای اسرائیلی به شهر بیتونی واقع در نزدیکی رام الله وارد شد. در ساعت 3 شب لحظه در انتظار فرا رسید. محبوسان فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. با گفته الجزیره پیش از این رضایت که اسرائیل خانواده های آنها را مجبور کرد که قول دهند که جشن نمیگیرند و یگان مراسم برپا نمیکنند. همزمان نیروهای اشغالگر خانه های محبوسان را هم پیش از آزادی و هم بعد از بازگشتشان مورد حمله قرار دادند تا نگذارند که به مناسبت بازگشت آنها جشن برگزار شود.